حاج خانوم نظر درباره نگار چیه؟ مار خوش خط و خال، کلان دست میذاره رو مال بقیه. جا به نظرت بهترین دیالوگ عشق ابدی چیه؟ نه نگار میتونی ببری. ببخشید بین نگار و تناز کدومشون؟ فقط ماهرخ. ببخشید شما عشق ابدی میبینی؟ وای این چه حرفیه، تو لول من نیستیم برنامه. جا ببخشید شما عشق ابدی میبینی؟ من دوست دارم شرکت کنم، همه رو بوس میکنم. جواب ببخشید شما عشق ابدی میبینی؟ من عاشق تنازم. نظرت در بام عشق ابدی ها؟ فقط سولاخ‌های دماغ تناز. حاج خانوم نظرت درباره نگار چیه؟ فتنه ها از مال بقیه میره بالا. جا ببخشید شما عشق ابدی میبینی؟ شاهین. ببخشید شما عشق ابدی میبینی؟ نگار میتونی ببر. جان خانوم شما عشق ابدی میبینی؟ آره روزی 2 بار با دوست پسرم. جو